بریم ببینیم گرونترین و زیباترین ساختمون فرشه چه خصوصیاتی داره. یک شاهکار معماری لوکس از مهندس فرزاد دلیریه که به سبک نئوکلاسیک طراحی شده. قبل از اینکه نگاهتون رو با امکانات واحد 950 متری بی‌نظیر این برج با خیره کنم، بریم با هم مشاهده و طراحی پروژه رو ببینیم. لابی مرتفع 6.5 متری با فضای نشیمن جذاب، یک کافی شاپ دنج، سالن بیلیارد، اسکواش و یک سالن اجتماعات زیبا، باشگاه مجهز با ویو حیاط، اتاق ماساژ و استخری که با طراحی چشم‌نوازش دل منو برده بود. حیاط پروژه مثل یک باغ سرسبز و بزرگ بود. حالا نوبت کجاست؟ روف گاردن فوق‌العاده‌اش، استخر آب گرم 4 فصل که دور از شلوغی شهر فقط ریلکس کنی. یه ویو خارق‌العاده از رشته کوههای البرز تا جنوب و شرق و غرب تهران داری. تابستونا هم میتونی آفتاب بگیری، به علاوه جاده تندرستی برای پیاده روی. نشیمنهای مختلف از مینیمال تا آلاچیق 4 فصل با سقف متحرک. آدم دیگه با شهر چیکار داره؟